شاید برای تو همین اتفاق افتاده باشه. میخوای روی یه کار خیلی مهم تمرکز کنی، مثلا درس خوندن، نوشتن یه پروژه یا حتی یه تصمیم گیری ساده، ولی نمیتونی. انگار مغزت خاموش شده. به خودت میگی شاید خوابم کمه، شاید باید یه قهوه بخورم، یکم قدم بزنم یا یه نوشیدنی انرژیزا بخورم. این کارا رو هم انجام میدی. انرژی بدنیت سطحش میاد بالا، پیش خودت میگی خب دیگه الان بدنم پر از انرژی شد، برم بشینم تمرکز کنم و اون کارامو انجام بدم. پشت میزت که میشینی میبینی هنوزم نمیتونی این کارو انجام بدی. تمرکزت نمیاد، ذهنت قفل کرده، احساس میکنی یه خستگی خیلی عجیبی توی سرته. نه خستگی از نوع جسمی، بلکه یه نوع خستگی از درون، و این همون چیزیه که بهش میگن خستگی ذهنی. خستگی ذهنی یعنی ذهنت از شدت فکر کردن، پردازش کردن و گرفتن تصمیمات مختلف دیگه رمقی براش نمونده. حتی اگر بدنت پر از انرژی باشه، مغزت خسته است و دیگه نمیتونه ادامه بده. یه جور خاموشی پنهان که اجازه نمیده روی هیچ کاری تمرکز کنی، حتی کارهایی که واقعا برات مهمه. تحقیقات علمی نشون داده وقتی ذهن برای یه مدت خیلی طولانی درگیر تصمیمات عجیب و عمیق باشه، مغز برای محافظت از خودش تمرکز و انگیزت رو کم میکنه که تو دیگه بهش فشار نیاری. در واقع ذهنت داره خودش رو از دست تو محافظت میکنه. اما نکته اینجاست، توی دنیای امروز ما تقریبا هیچ وقت به ذهنمون استراحت واقعی نمیدیم. هر لحظه یه پیام جدید، یه نوتیفیکیشن، یه ویدیو، یه فکر میاد توی ذهنمون و ذهنمون بی‌وقفه در حال پردازشه. از طبیعیه که حس کنیم نمیتونیم تمرکز کنیم، نمیتونیم یاد بگیریم یا نمیتونیم مثلا کاری پیش ببریم. اما خب خبر خوب اینه که میشه از این چرخه بیرون اومد. میشه یاد گرفت چطور ذهن رو ریکاوری کرد، دوباره تمرکز کرد و چطور دوباره انرژی ذهنی رو برگردوند. توی این ویدیو دقیقاً قراره همین رو یاد بگیریم. چرا خستگی ذهنی اصلاً به وجود میاد و چه اشتباهاتی باعث به وجود اومدن خستگی ذهنی میشه و چطور میتونیم با چند تا تغییر خیلی ساده دوباره ذهنمون رو به حالت زنده، پویا و فعال خودش برگردونیم. پس اگه تو همین حس رو تجربه کردی که بدنت انرژی داره ولی مغزت اصلا دیگه کار نمیکنه، تا آخر ویدیو با من بمون. تو ممکنه همین چند دقیقه بعدی نگاهت رو کلا به خستگی و تمرکز و این چیزا برای همیشه عوض کنی. حالا می‌خوایم اینو بررسی کنیم که چرا ذهن ما حتی وقتی بدنمون کاملا سالم و پر انرژیه، یه جورایی خاموش میشه، از کار میفته، انگار دیگه حوصله نداره. چون ما ذهنمون رو با چیزایی پر کردیم که اصلا بهش تعلق نداره. هر روز از همون لحظه ای که از خواب بیدار میشیم، مغزمون زیر بمبارون اطلاعاته، مثل نوتیفیکیشن ها، اطلاعات ها، پیام، اخبار، کلیپ، پست، ریلز، همشون دارن برای جلب توجه ما میجنگن. ذهن ما در طول یک روز بیش از 5 برابر بیشتر از انسان 100 سال پیش اطلاعات داره پردازش میکنه. ولی مغز ما دقیقاً همون مغزی که برای زندگی توی غار همون اول طراحی شده، دیگه برای زندگی وسط انفجاری از اطلاعات و داده ها شاید خیلی نتونه خوب کار کنه. ببین، یه آزمایش خیلی معروف توی دانشگاه استنفورد انجام شده. توی این تحقیق 2 تا گروه دانشجو رو بررسی کردن. گروه اول افرادی بودن که مدام بین کاراشون جابجا می‌شدن، شبکه‌های اجتماعی مختلفو چک می‌کردن، دقیقاً مثل مایی که وقتی می‌خوایم تمرکز کنیم و یه درسی رو بخونیم هی نوتیفیکیشن گوشیمون رو چک می‌کنیم. اما گروه دوم افرادی بودن که تمرکزشون دقیقاً روی یک کار بود، همون کاریه که داشتن انجامش میدادن. در نتیجه مغز اونایی که مدام در معرض اطلاعات مختلف بود، فقط بعد از 30 دقیقه هم در تصمیم گیری خیلی ضعیف شده بود، هم در حافظه کوتاه مدتشون اختلال به وجود اومده بود و حتی میزان خلاقیتشون به شکل خیلی قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود. یه لحظه بهش فکر کن. ما داریم توی طول زندگی دقیقاً مثل گروه اول رفتار می‌کنیم و زندگی می‌کنیم. داریم با مغزمون مثل یه لپتاپ خیلی قدیمی رفتار می‌کنیم که 50 تا تب مرورگر روش باز شده. طبیعیه که داغ کنه، کند بشه و حتی هنگ کنه. خستگی ذهنی دقیقاً یعنی همین. پردازش بیش از حد اطلاعاتی که هیچ ربطی به ما ندارن، هیچ فایده‌ای برای ما ندارن. ما هر روز صدها خبر می‌خونیم که هیچ نقشی در زندگی ما نداره. مثلا توی یک کشور دیگه فلان اتفاق افتاده، فلان سلبریتی فلان کارو کرده. ذهنمون برای هر چیز خیلی کوچیکی همون واکنش جدی احساسی رو نشون میده. نتیجه استرس خیلی بالا، تمرکز خیلی پایین و خستگی دائم ذهن. جالبه بدونید یه عصب‌شناس از دانشگاه مکگیل توی کتابش میگه که هر بار مغز بین کاری جابجا میشه و سویچ میکنه و خبر جدیدی بهش داده میشه و اون رو بررسی میکنه، مقدار خیلی زیادی انرژی دوپامین مصرف میکنه و همین باعث میشه که مغز خیلی خسته بشه، خسته تر از چیزی که حتی تصورش بکنه. حالا یه نکته خیلی مهم، اخبار منفیه. تاثیر خیلی بیشتری دارن اخبار منفی. طبق تحقیقاتی که انجام شده فقط 3 دقیقه تماشای اخبار منفی توی اول صبح میتونه سطح استرس رو تا 24% توی کل روز بالا ببره. یعنی فقط با 3 دقیقه اخبار منفی مغز میره توی حالت بقا، دقیقاً همون حالتی که انسان‌های اولیه و اجداد ما وقتی خرس داشت جونشون رو تهدید میکرد میرفتن توی اون حالت.
خب معلومه دیگه این مغز نمیتونه درست تحلیل کنه و بررسی کنه و حتی درست از اتفاقات لذت ببره. حالا تو تصور کن ما هر روز چند ساعت در معرض همین محتوا هستیم. مغزمون عملاً هیچ استراحتی نمیکنه. همیشه در حال پردازشه، حتی وقتی ما داریم فکر میکنیم داریم استراحت میکنیم. پس یکی از اولین کارهایی که باید برای کاهش خستگی ذهنی انجام بدیم اینه که ورودی‌های ذهنیمون رو فیلتر کنیم و کم کنیم. دنبال هر خبر یا اطلاعاتی نباشیم. ببین مطمئن باش اگه اتفاق خیلی مهمی توی دنیا بیفته که تو باید دربارش بدونی، بالاخره از یه جایی متوجهش میشی. پس اصلا نیاز نیست اونقدر جدی پیگیر اخبار و اطلاعات هر روز باشی. و دوم، اخبار و کانال هایی که فقط انرژی منفی بهمون میدن و حتی ترکشون کنیم کاملا. و یادمون باشه اصلا لازم نیست درگیر اتفاقات و چیزایی بشیم که هیچ کنترلی روشون نداریم. ببین تو نمیتونی جلوی همه اتفاقات دنیا رو بگیری، اما میتونی جلوی اینو بگیری که ذهنت هر روز با خبرهای عجیب اون روز له نشه، که بتونی بازدهی و کیفیت بهتری حداقل برای خودت توی زندگی خودت داشته باشی، که بتونی به بقیه هم کمک کنی. وقتی ذهنت متمرکز بشه به همون حالت اولیه خوب خودش برمیگرده و فقط کافیه براش فضا ایجاد کنی و یکم از اون اطلاعات دورش کنی تا اون حالت فشار روش نباشه. حالا قراره بریم سراغ مهمترین قسمت ویدیو. یکی از دلایل مهم و اصلی خستگی ذهن، چیزیه که ما حتی متوجهش هم نمیشیم، تعداد زیاد تصمیماتی که هر روز دارید میگیرید. فکر کن از وقتی بیدار میشی تا قبل از ظهر چند تا تصمیم گرفتی. چه لباسی بپوشم، چی بخورم، جواب این پیامو بدم یا نه، الان کدوم کارو انجام بدم. ببین یه سری تصمیمات اونقدر لازم به فکر نبوده براش. ذهن ما برای هر تصمیمی بخش زیادی از انرژی مصرف میکنه و وقتی خیلی تعداد این تصمیمات زیاد بشه، مغز ما انرژی لازم برای تصمیمات مهمو نداره. بذار یکم برات قابل باورترش کنم. اکثر هایپرمارکت‌ها یا مغازه‌های خیلی بزرگی که واردش میشیم، به سبک چینش موادی که توشون وجود داره یکم باید دقت کنیم. حتی روی چینش اینا واقعا فکر شده. همیشه آخر راهروهای مغازه مواد سالم و ارگانیک وجود داره، مثل مرغ، ماهی، میوه، سبزیجات، اینطور چیزا. اما خوراکی‌هایی مثل پفک و شکلات و اینطور چیزا که حاشیه سود خیلی بالاتری از مواد ارگانیک دارن، همیشه کنار صندوق فروشگاه وجود دارن، همون جایی که می‌خوایم از فروشگاه خارج بشیم. می‌دونید چرا؟ اینکه وقتی وارد فروشگاه میشی، داری به صورت ارادی تصمیمات مختلفی میگیری که کدوم چیزو بخرم یا کدوم چیزو نخرم. و وقتی دور زده و به آخر فروشگاه رسیده و داره برمیگرده، تا لحظات آخر خیلی تصمیم گرفته و وقتی به صندوق میرسه دیگه اون قدرت تصمیم گیریش خیلی پایین اومده. صد تا تصمیم گرفته که فلان چیزو بخرم یا نخرم، شاید 100 بار خودش رو محدود کرده و زیر فشار گذاشته که مثلا یه چیز خاصی رو نخره. و وقتی پای صندوق رسیده میشه گفت انرژی تصمیم گیریش خیلی کم شده. مغز دیگه اونقدر توانایی تصمیم گیری درستی نداره. به همین خاطره که وقتی ما میرسیم پای صندوق و میخوایم چیزایی که خریدیم رو حساب کنیم، شاید لحظه‌های آخر خیلی راحت از اون شکلات‌ها یا خوراکایی که کنار صندوق گذاشتن می‌خریم. یه تحقیق خیلی معروف توی دانشگاه کلمبیا رفتار بیش از 1000 قاضی بررسی شده و نتیجه خیلی حیرت انگیز بوده. تصمیماتی که قاضی‌ها اول صبح می‌گرفتن تا 70% بیشتر احتمال داشت رأی عادلانه‌ای داده باشن. اما همون قاضی‌ها، دقیقاً همون قاضی‌ها، نزدیک زمان نهار که میشد ذهنشون خیلی خسته‌تر شده بود. تصمیم گیری براشون سخت‌تر شده بود و رأیشون خیلی ناعادلانه‌تر شده بود. یعنی مغز یه گروه از قوی‌ترین آدما هم وقتی از تصمیم گیری خسته میشه، دیگه خیلی نمیتونه درست قضاوت کنه. به این پدیده میگن تصمیم خستگی. و جالبه بدونی که خیلی از آدمای موفق دنیا این قضیه رو فهمیدن و با هوششون اومدن این قضیه رو کنترل کردن. مثلا استیو جابز همیشه یه لباس ساده میپوشه، اگه دیده باشین، یه تیشرت، شلوار مشکی، شلوار جین و یه کتونی سفید. وقتی ازش پرسیدن چرا این کارو میکنی، گفت من نمیخوام انرژی ذهنمو برای انتخاب لباس صرف کنم، میخوام اون انرژی رو برای تصمیمات خیلی مهمتر نگه دارم. این یعنی کاهش تصمیمات روزمره. اینجاست که به قدرت روتین صبح پی میبری. روتین اصلا یه برنامه مثلا خیلی تکراری نیست، یه سازوکار خیلی درسته برای کاهش فشار ذهنی، کاهش تصمیمات و آرام کردن مغز. وقتی صبح از همون اول بدونی که قراره چی کار کنی تا چند ساعت بعد، ذهنت با آرامش خیلی بیشتری صبح شروع میکنه و این نظم و پیش بینی پذیری همون چیزیه که دقیقاً ذهن برای تمرکز و آرامش بیشتر بهش نیاز داره. تحقیقات نشون داده آدمایی که روتین صبح دارن تا 2 برابر بهتر میتونن تصمیم بگیرن و آرامش بیشتری دارن. به همین خاطر قدرت واقعی روتین این نیست که مثلا فقط به زندگیمون نظم میده، بلکه اینه که تصمیمات بی اهمیت اول صبح رو میاد حذف میکنه تا برای تصمیم گیری های بزرگتر توی طول روز انرژی بیشتری داشته باشی. فکر کن هر روز صبح تو یه جوری شروع کنی که توی چند ساعت اول صبح تو بدونی چه جوری می‌خوای شروع کنی و چه کارهایی می‌خوای انجام بدی. ذهنت با خیلی آرامش بیشتری صبح شروع می‌کنه و این نظم دقیقاً همون چیزیه که ذهنت برای تمرکز بیشتر بهش نیاز داره. پس اگه فکر می‌کنی توی طول روز خیلی ذهنت خسته است،
به یه روتین خوب نیاز داریم، روتین صبحگاهی خیلی خوب. پس یه جنبندی داشته باشیم. ذهنمون چرا خسته میشه؟ به خاطر ورود اطلاعات بیش از حد، بمباران شبکه‌های اجتماعی، تصمیمات بیش از حد. حالا وقتشه یه کاری انجام بدیم که ذهنمون دوباره شارژ بشه، انرژیمون دوباره برگرده و بتونه آرامش بیشتری داشته باشه. پس تا اینجا نکات کلیدی ویدیو کم کردن اطلاعات ورودی بود، حذف تصمیمات غیر ضروری بود و حالا بریم سراغ چند تا تصمیم ساده ولی خیلی مؤثر. تمرین اول اینه که سعی کنی یه سری زمانها رو بدون گوشی بگذرونی. هرچی بتونی از گوشی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر فاصله بگیری، خب قطعاً ورودی‌های غیر ضروری کمتری توی ذهنت میاد. و نکته اینجاست سعی کنی از اون تایم لذت ببری. مثلا اگه قراره برای استراحت یه فنجون چای بخوری، سعی کن گوشی رو تو فاصله زیادی از خودت بذاری. مثلا بذاری توی اتاق و خودت بری بیرون توی تراس و اون فنجون چای با تمام وجود و لذت بخوری. اصلا به این نیاز فکر کنی که الان گوشیت ممکنه زنگ بخوره، کسی بهت پیام بده یا کار خاصی بهت داشته باشه. تو یه تایم 10 دقیقه، ربع ساعتی، نیم ساعتی به خودت بده که بدون گوشی باشی اونجا و سعی کنی توی اون زمان آرامش بگیری و بعد از چند بار تکرار اون قضیه میفهمی که ذهنت چقدر توی اون تایم آرامش گرفته، استراحت کرده و چقدر شاد شده و این اون انرژی واقعیه که بهش نیاز داری. ورزش کردن یا پیاده روی یکی از چیزای دیگه‌ایه که بهش نیاز داری که ذهنت آروم کنی. کلاً انجام دادن کارهای فیزیکی که فشار زیادی به فیزیک بدنمون شاید میاره باعث میشه اون فشار ذهنی از روی ذهنمون یکم برداشته بشه و کمتر بشه. به خاطر همین اونایی که خیلی فشار روی ذهنشون هست بعضی وقتا میرن ورزش میکنن، ورزش سنگین انجام میدن. و یکی دیگه که خیلی مهمه، شب قبل شروع کنی تصمیم گیری کنی برای فردات. آخر شب سعی کن تصمیماتی که خیلی مهم نیست برای فردا تو سعی کنی همشون رو بنویسی. مثلا فردا برای غذا چی درست کنم، چی بپوشم، برای فلان جلسم کجا برم. میدونی یه سری تصمیماتی که شاید اونقدر مهم نباشن و توی طول روز ما داریم با گرفتن اون تصمیمات باعث میشیم ذهنمون خیلی خسته بشه. اون تصمیمات رو بذار شب قبل، زمانی که دیگه ذهنت خسته شده و اونقدر بهش فشار نمیاره اون تصمیمات و اونقدر تصمیمات مهمی نیستن که بخوای تمرکز و انرژی خیلی زیادی روشون بذاری. سعی کن قبل از خواب یه لیست اولویت بندی هم برای خودت درست کنی که فردا قراره طبق اولویت چه کارهایی انجام بدی. هر چی با جزئیات بیشتری برنامه‌های روز بعدت رو بنویسی و تصمیم گیری هایی که لازمه رو انجام بدی، روز بعد قطعاً ذهن خیلی آرومتری خواهی داشت و قطعاً بازده خیلی بالاتری هم از روز خواهی داشت. و اگه اتفاق خیلی مهمی هم برات بیفته که نیاز داشته باشه به تمرکز یا تصمیم گیری‌های مهم، تو الان یه ذهن خیلی آروم داری که آماده است برای ساعت‌ها تمرکز کنه. چرا؟ چون احساس می‌کنه همه چیز از قبل برنامه‌ریزی شده، همه چیز تحت کنترل خودشه و با خیال راحت میتونه تمام تمرکزش رو روی اون کاری که تو ازش می‌خوای جمع کنه. یه جورایی انگار داریم با این تصمیم گیری‌های از قبل ذهنمون رو گول می‌زنیم که یکم آرامش بیشتری داشته باشه و کاری که ما ازش می‌خوایم رو انجام بده. و خب برای نکته آخر باید بهت بگم که ذهن ما دقیقاً مثل یه عضله است. اگه بهش استراحت و سوخت مناسب بدی میتونه خارق العاده عمل کنه. با کمتر کردن اطلاعات اضافی، حذف اخبار منفی و کاهش تصمیمات غیر ضروری و تمرینای ساده‌ای که توی طول ویدیو گفتیم میتونیم خستگی ذهنمون رو خیلی کم کنیم و تمرکز و انرژی واقعی رو دوباره به دست بیاریم. ذهن ما یه ابزار خیلی فوق‌العاده و قدرتمنده که به ما کمک میکنه در مرحله اول امنیتمون رو حفظ کنیم، انرژی کمتری مصرف کنیم و بعدش به ما کمک کنه به هدف‌هایی که می‌خوایم برسیم. ولی فقط باید بدونیم که چه جوری ازش استفاده کنیم و بعضی جاها گولش بزنیم که به نفع ما کار کنه و کاری که دقیقاً ما می‌خوایم رو انجام بده. تو الان تمام اطلاعات مورد نیازت رو داری. کافی همین الان تصمیم بگیری، ورودی‌های اضافی مغزت حذف کنی، یه سری تصمیمات رو از شب قبل بگیری، اخبار منفی رو کم کنی توی زندگیت که ذهنت آماده بشه برای تمرکز کردن، که ذهنت رو تحت کنترل خودت بگیری و فقط کافیه تصمیم بگیری که انجامش بدی. به تبریک.